22 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کادرهای با وظیفه‌های راهبری و فرماندهی در ساختارهای نظامی و قدرتی تعیین شونده را برای صحبت به حضور پذیرفتند. با فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان به وظیفه‌های دیرکتور مؤسسه دولتی مرکز ملی تاجیکستان عاید به مسائل مینه‌ها، معاون یکم و معاون دیرکتور اگنتی نظارت مواد نشئه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سردار ستاد اگنتی نظارت مواد نشئه‌آور، معاون یکم رئیس کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و معاون یکم سردار سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه کادرهای صاحب تخصص و جوان و ورزیده این ساحه‌ها تعیین گردیدند. در موافقه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچنین کادرهای کارآزموده این ساحه‌ها با وظیفه‌های کماندیران قسم‌های نظامی، کمیسران حربی در یک قطار شهر و ناحیه‌ها و دیگر ساختارهای وزارت مدافعه، رهبریت چند از سرایست‌های دستگاه مرکزی کمیته دولتی امنیت ملی و ریاست و شعبه‌های آن در یک چند شهر و ناحیه‌ها، سرداران ریاست و شعبه‌های اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا و راهبران مؤسسه‌های اصلاحی، سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه در شهرهای دوشنبه و خوجند و ناحیه یاوان تعیین کرده شدند. ضمن صحبت سرور دولت محترم امامعلی رحمان آنها را به خدمت صافدلانه و صادقانه به مردم و دولت تاجیکستان معامله خوب با مردم، راه ندادن به عملهای کروپسیونی، درست به راه ماندن مبارزه با جنایتکاری بخصوص جنایت‌های سازمان یافته از جمله قاچاق مواد مخدر، برطرف سازی شرایط به جنایتکاری مساعدت کننده، در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی و با کسبیت بلند تربیت نمودن کادرهای جوان و در مجموع با آمادگی همه‌جانبه به حفظ مرز و بوم و امن و ثبات کشور هدایت نمودند. تاکید گردید که هنگام اجرای وظیفه‌های خدمتی و کار با شهروندان منفعت‌های دولت و مردم کشور همیشه باید در جای اول گذاشته شود.